به نام خداوند بخشنده مهربان و بر مبنای قانون اساسی و متمم آن، از امروز 9 آبان ماه 1359 هجری شمسی که 21مین سال زندگی را آغاز می کنم، آماده‌ی قبول مسئولیت‌ها و تعهدات خود به عنوان پادشاه قانونی ایران اعلامی دارم و با توجه به وضع استثنایی کنونی ادای سوگندنامه مندرج در قانون اساسی را به زمانی موکول می کنم که تأییدات الهی شرایط آن را فراهم سازد. ولی از همکنون در برابر پرچم سرنگ پر افتخار ایران به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که در این مقام زندگی خود را یکسره وقف خدمت به مملکت و دفاع از استقلال و حاکمیت آن و حفظ حقوق مشروع ملت ایران کنم و همواره مجری قانون اساسی و عامل تحقق همبستگی ملی باشم. من با نظارت در اجرای دقیق مواد قانون اساسی که در آن ضمن تضمین کلیه حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، وظایف مقام سلطنت و قوای مجریه، مقننه، قضاییه و اختیارات قانونی هر یک از آنها کاملا مشخص شده است، با آگاهی به همه وظایف و تکالیف آن به عهده میگیرم و از نظام مشروطیت ایران پاسداری میکنم. هموطنان عزیزم و برادران